رسول خدا صلی الله علیه و سلم محبوب ترین فرزندان آدم در نزد رب العالمین است و محبوب ترین انسان در قلب هر مسلمان باید باشد. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه می فرماید درود خواندن بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیشتر از آب که آتش را از بین میبرد گناهان انسان را از بین میبرد. سلام فرستادن بر آن حضرت صلی الله علیه و سلم از آزاد کردن برده افضل تر است و محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز از آزاد کردن برده شمشیر زدن در راه خدا افضل تر است. زبان خیش رو با درود و سلام بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم متبرک بگردانیم.